بچه‌ها وسایل کوهنوردیتون رو بردارید، قراره بریم کوه. پس یو گایز، چطوری بچه؟ فرزاد اسکات هستم. خوش اومدید با یه ویدیو جدید دیگه. با من امروز اومدیم با بازی فایر واچ که قراره تو این بازی نقش جنگل بان بشیم و بریم یه سری از کارا رو تو جنگل بکنیم و نقش ما هم که تا اونجایی که من خوندم خیلی دپرسیم و یه جورایی از دست خانواده اینا ناراحتیم و قراره بریم جنگل دیگه. خدا میدونه قراره چه اتفاقی میفته. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. قبل شروع ویدیو یادتونه که ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. اون زنگوله بالانم رو حالت آل بذارید که اگه ویدیو جدید گذاشتم مثلا اول با خبر داشته باشید. پس let's do this. خب بچه‌ها بذارید اول از قسمت ستینگ کیفیتش رو ببرم بالا. موزیکم صفر، این خوبه. بعدش ولوم، این خوبه. گرافیک همه چیزش بالاست. اینم کنترلش کنیم. کنترل تو اینجا هم که چیزی نیاز نیست. و خب نیو گیم بریم. Fire loading. چه صداییه داره میاد؟ بچه خیلی تعریف کردن این بازیو، ولی حالا من اولین بار دارم این بازیو بازی میکنم و بریم ببینیم که این گیمی که قراره ما نقش جنگل بان بشیم و بریم جنگل چیه حالا. اوکی. خب از آسانسور شروع کردیم. کیفمونه. کیفو انداختیم رو کول. فکر نکنم چیزی بزنیم. نه بچه ها به نظر میرسه که بازی خوبی باشه. پارکینگ نگو که الان قراره رانندگی کنیم. به داریم میریم جنگل. Life is good. صدای رفتیم جنگل از الان. چه صدای سگتوری میاد. نکن الان به ما حمله میکنن. اینا رو رد کنیم. کلی سوال ازمون میپرسه. برو گم شو دیگه. و بله بالاخره رسیدیم جنگل. کوالیتی بازی بد نیست از نظر کیفیت متوسط. میتونیم خودمون رو ببینیم. خب وای بچه اینجا خرس هست. خرس. من فکر نمی کردم تنهایی وارد جنگل بشیم. فکر می کردم با یه اکیپی قراره وارد جنگل بشیم، ولی حالا خب قراره که تنهایی مسیر رو ادامه بدیم. چه صدایی داره میاد؟ کجا بودیم به کجا اومدیم؟ عجب کفشایی داریم. ولی خب اونقدر بازی ترسناک انجام دادیم شبیه بازی ترسناک ها هست. خب اینجا نوشته که یه جامپ ریزی میزنیم. عجب خورشیده. وای فکر کنم شب بشه. نمیشه شب شد آتیش اینا روشن کرد و از اینجور چیزا مد نظرم بود، ولی
فعلا تا اینجا که اومدیم کلی سوال میپرس ازم و منم همینطوری میزنم دیگه، نمیدونم. ولی حالا ببینیم که چیکار قراره بکنیم. خب بریم سراغ کار. کتاب. اینا دیگه چیه؟ آقا عجب. اون دیگه چی بود؟ مرد لخ بود. عجیبه. از اینجور ویدیوها واقعا عجیبه. اینجور میگم ویدیو، از اینجور بازی ها واقعا بعیده. خب کدوم ور باید بریم حالا؟ پایین که نباید رفت، پس ادامه همین راهی که اومدیم و بریم. او گوز اینجاست. یا خدا. اوه آروم باش. کجا رفت؟ بابا از این گیما نیست که بری الان گوزنو بکشی شم بزنی به شیشو بخوری، از این جورا نیست. حالا گوزنو دیدیم فرار کرد. حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ لودینگ. اوکی حالا شب شده. اینتر دوار. اوکی کدوم ور حالا ما باید بریم؟ از وسط جنگل. فکر کنم دیگه درست داریم میریم. منم توی جنگل تاریک چه کارهایی باید بکنم؟ بچه ما درست میریم یا نه؟ همینطوری داریم سرمون انداختیم پایین و داریم میریم. خب درسته دیگه. یه صدای ترسناکی داره میاد تو جنگل. این چیه؟ این چیز مهم نیست. یا خدا. آها از این ور یه صدایی داره میاد. Kimdi baba video götürürüm. Baba bağla kapını. Baba koy tez götürüm. Baba bu ikisiydi. Baba bağla hele götürüm mesela burada hep bibine. Bağla kapıyı. Baba 5 dakika dönsün. یک دو سه. نمیدونم الان داریم درست میریم یا نه. حالا قراره چه اتفاقی بیفته اینجا؟ واقعا از این بازی سر در نمیارم من. گم شدیم ما، نمیدونم چی شده. وای ولیش این چیه؟ وای چقدر خوشگله. فکر کنم ما تو جنگل گم شدیم به همین راحتی، چون که واقعا هر چقدر دارم میرم به چیزی نمیرسم من اینجا. صدایی اومد. این چیه؟ سایه درخت. میگه که این باید کمکمون کنه.
چیو باید بزنیم ما حالا اینجا؟ آها ما باید الان بریم پایین، ولی نمیدونم چطور باید بریم پایین. واقعا سر در نمیارم از این پایین بازی. حالا باید چی رو بزنیم ما اینجا؟ بابا تنابو بگیر دیگه. نمیگیره این تنابو. نمیپره. یعنی چی؟ هیچی هم نداریم تو کیفمون آخه. خب کجا باید بریم؟ ما الان اینجا هستیم، داریم میریم. چقدر مسیر درازه. خب بابا این تنابو باید یه جور بگیره. با چی میگیره نمیدونم. بچه‌ها واقعا من گیج شدم، کلا نمیدونم باید چیکار کنم. همینطوری اومدیم جنگل و هیچ کاری هم از دستمون بر نمیاد. الان هم نمیدونم، همه چی رو زدم نمیگیره این تناب کوفتی رو. نمیدونم چطور باید بریم پایین. اینجا نمیدونم واقعا. بچه واقعا نمیدونم، سر در نمیارم از این بازی. تمومش کنیم بهتره. واقعا زیاد بازی جالبی نبود. مرسی که تا الان ویدیو رو تماشا کردین. یاد نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه از اینجور سبک ویدیوها دوست دارید حتما تو قسمت کامنت ها بگید. نه دیگه مثل این واقعا یه بازی بود که نمیفهمیدم باید چیکار کنم. پس مرسی دوستتون دارم کلی. تا یه ویدیو بعدی. پیس اوت.